از بین رفتن همه دنیا در نزد پروردگار آسانتر از قتل یک مؤمن است. یک نفر مؤمن اگر کشته شود بر پروردگار بسیار بسیار سخت‌تر از نسبت به اینکه همه هستی از بین بره. این رحمت پروردگار است. و این رحمت پروردگار نه تنها که در تعامل با مسلمان ها و در تعامل با غیر مسلمان ها، بلکه حتی در تعامل با حیوانات نماد پیدا میکنه. و حدیث شما بارها از زبان علما شنیدین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که یک زن بسیار بدکاره که گناهان زیادی هم داشت، فقط به خاطر رحمت کردن و احسان کردن در حق یک سگ، الله تبارک و تعالی او را وارد جنت میکنه. او حدیث دیگر هم شنیده باشین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک زن یک گربه را در خانه نگاه میکنه و برای شاب غذا نمیده و خود از او هم نمیگذاره که برای خود غذا به دست بیاره. الله متعال به خاطر تنها به خاطر ظلم کردن در حق یک گربه این شخص را به جهنم میبره و شخص اولی را به خاطر نیکی کردن در حق یک سگ وارد جنت میکنه. پس این رحمت پروردگار است. حقیقتا دین رحمت است. حقیقتا دین رحمت است. خود دین ذلت نیست. بدانین اسلام دین رحمت است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اسلام دین رحمت است اما دین ذلت نیست. ذلت چی زمانی میشه؟ زمانی که ما در مقابل کافر متجاوز حربی هم سر خود خم بکنیم و باز استدلال بکنیم به نصوص رحمت. نصوص رحمت جا و موضع خود و باید جا و موضع از او را بشناسیم. در کجا هست؟ اسلام دین رحمت است. در مقابل همه هستی، در مقابل سنگ و چوب و درخت دین رحمت است، در مقابل حیوان دین رحمت است، در مقابل کافر هم دین رحمت است، در مقابل مسلمان به طریق اولاد دین رحمت است. اما فقط در یک حالت که وقتی کافر متجاوز حربی بر علیه دین الله قرار میگیره، اونجا دستور بر جنگ را صادر میکنه. هدف اصلی از صدور از دستور جنگ هم در اونجا هدف از بین بردن کل کافر نیست، بلکه فقط دفع چیست؟ دفع تجاوز و تحدی است که او کافر مرتکب شده. دقت کردین به همین خود